در 1947 CIA در انتخابات ایتالیا دستکاری و تقلب می نماید. این اجازه نیست، ولی این کار را کردند. سیاست امپریال چنین است. 1950 امریکا کوریای شمالی را بمباردمان نمود. سیاست امپریال. 1953 امریکا دولت ایران را سرنگون کرد. این کار اجازه نیست. 1954 دولت گواتیمالا را سرنگون کردند. از شما به علت شکست دادن کمونیسم در گواتیمالا تشکر می نمایم. به همین منوال ادامه می یابد. 1961 کوشش می نمایند تا دولت کوبا را سرنگون نمایند، ولی موفق نمی گردند. 1964 شروع به بمباردمان ویتنام می نمایند، به ادعای اینکه گویا ویتنامی ها حمله را آغاز نمودند، ولی امروز به اثبات رسیده است این جنگی را که امریکایی ها به نام تانکینگ یاد می کردند دروغ مطلق بود. این جنگ 11 ساله 3 میلیون کشته به جا گذاشت. ما بالای جزئیات آن بحث نمی نماییم. از 1964 تا 1975 این جنگ ادامه داشت. در 11 سپتامبر 1973 دولت دموکرات چیلی را سرنگون نموده و پینوچت دیکتاتور را نصب نمودند. پینوچت گروه های مخالفش را سوار بر هواپیما نموده و آنها را در اقیانوس پاسیفیک از هواپیما به پایین پرتاب می کرد. این یک ترور بود، زیرا می‌خواستند تا حتی برای بازماندگان قربانیان مجال بازدید از گورهایشان داده نشود. این جنایات کمر مردم را شکست. این سیاست باز هم ادامه می‌یابد. 1979 CIA شروع به حمایت مجاهدین در افغانستان نمود. آن سرزمین آنجا مال شماست. شما روز به آن برخواهید گشت و پیروز خواهید شد. خانه ها و مساجدتان را دوباره به دست خواهید آورد، زیرا مبارزه شما بر حق است و خدا با شماست. در جریان دهه 80 امریکا و سعودی گروه های اسلامگرای افراطی را مسلح نمودند تا شوروی را شکست بدهند. بدین منظور برای مجاهدین بن لادن و القاعده راکت های استینگر را فرستادند تا چرخبال های روسی را سقوط بدهند. بدین ترتیب روسا در افغانستان شکست خوردند. این عمل کارا بود. من نمیگویم که موفق نبود. به سلسله آن در سال 1979 کمک نمودند که صدام حسین به قدرت برسد. صدام حسین بالای استیج رفته و اذعان نمود تمام احزابی که حتی کوچکترین خطری از آنها برایش احساس می شود باید پاککاری شوند. او اعلان نمود که یک تعداد از خائنین در قطار ما وجود دارد و شروع به خواندن لیست نامهای آنها نمود. تعداد کثیر را از سالن خارج نموده با خود بردند و هیچ کسی دوباره زنده برنگشت. در 1980 زمانی که صدام خمینی را مورد حمله قرار داد از صدام حمایت نمودند، در حالی که عراق بالای ایران امرول شده بود با آن هم در خفا صدام را حمایت کردند، زیرا آن زمان صدام دوست غرب بود. چرا؟ به خاطر که می‌خواستند ایران را تضعیف نمایند. این جنگ از سال 1980 الی 1988 جریان داشت. در سال 1986 افشا گردید که امریکا در عین زمان به ایران هم سلام می‌فرستاد. به این میگویند شیطنت. هر دو را مسلح بسازیم تا خوبتر همدیگر را سلاخی نمایند. گیورگ فریدمن یکی از ژئواستراتژیک های امریکایی زمان گفته بود باید آلمان ها و روس ها را با هم به جنگ بیاندازیم تا همدیگرشان را بکشند. زمانی که خون آلمان ها و روس ها با هم مخلوط شود این به نفع امریکاست. بله، این حرفها گفته شدند، باید اعتراف نمود. بدین لحاظ نهایت مهم است تا آلمان و روسیه دوستیشان را مستحکمتر نمایند. - 1986 لیبیا را بمباردمان نمودند. بله، رونالد ریگان 1986 لیبیا را بمبارد نمود. امروز ساعت 7 بعد از ظهر نیروهای هوایی ما یک سلسله عملیات را بر مقر فرماندهی نیروهای نظامی و تروریستی که معمر القذافی را حمایت می نمودند انجام دادند. در اگست 1990 صدام بالای کویت تجاوز می نماید. سفیر امریکا به نام اپریل گلاسپیک قبلا در مورد صدام گفته بود اگر وی میخواهد مشکلات بین المللی خود را با این روش حل نماید امریکا کدام مخالفتی ندارد.
ولی زمانی که صدام حمله کرد امریکایی ها به یک بارگی مخالفت نشان دادند. ملل متحد هم تحریم هایی را بالای عراق وضع نموده و امریکا 1991 بالای عراق و کویت حمله کرد. 2 ساعت قبل نیروهای هوایی ما بالای مواضع نظامی در عراق و کویت حمله نمودند. 1996 وزیر خارجه امریکا مدلین آلبرایت در یک مصاحبه تلویزیونی در برابر سوال یک ژورنالیست که پرسیده بود به علت این تحریم های ما در عراق 500,000 طفل عراقی جان باختند، آیا این ارزشش را داشت؟ وی گفت بله، این ارزش را داشت. این است سیاست امپریالیستی. در این بحث ما فعلا در وسط دهه 90 قرار داریم. سبزها که همواره شعار سیاست ضد جنگ را فریاد می‌زدند، یوشکا فیشر و شغویدا در سال 1999 با همکاری امپریالیسم امریکا یوگسلاویا را به طور غیر قانونی بمبارد نمودند. یک جنگ تجاوزگرانه مطلق غیر قانونی. هموطنان عزیز، امشب ناتو حملاتش را بر ضد پایگاه‌های نظامی یوگسلاویا آغاز نمود. در اینجا دولت با احساسات آلمانی ها بازی نموده ادعا می نمود که گویا در یوگسلاویا مراکز کشتار جمعی وجود دارد، چیزی که دروغ بود، ولی مردم آلمان را شوکه ساخته بود و بدون هیچ نوع مجوز از جانب ملل متحد و به طور غیر قانونی داخل یک جنگ دیگر گردیدند. و بعد در سال 2001 در 11 سپتامبر سال 2001 حملات تروریستی بالای برج‌های دوقلو در نیویورک صورت گرفت که قضیه آن تاکنون واضح نشده است و امپریالیسم امریکا برای مبارزه با تروریسم چوکات‌ها و معیارهای دیگری را برای خودش به میان آورد که برایشان اجازه میداد تا در هر زمان و در هر جایی که خواسته باشند حمله نمایند. ما فعلا هم در همین حالت قرار داریم، یعنی در مبارزه با تروریسم. من برای جوانان میگویم لطفاً به این مبارزه کاذب علیه تروریسم نبگویید. من همواره در مورد امپریالیسم امریکا تحقیق نمودم، ولی بعد از 11 سپتامبر 2001 بیشتر از پیش با انهدام ساختمان شماره 7 که در مورد آن هیچگاه حرفی گفته نمی شود. من در این مقطع می خواهم بگویم که حملات تروریستی 11 سپتامبر تا حال واضح نگردیده است. با آن هم نیروهای نظامی آلمان به افغانستان فرستاده شدند بر اساس یک حمله تروریستی مجهول. من شما را میشنوم و باقی جهان هم شما را میشنوند و آنهایی که این ساختمان را نابود کردند به زودی از ما خواهند شنید. امریکا بعد از حملات 11 سپتامبر حتی یک ماه هم معطل ننشست، بلکه به تاریخ 7 اکتبر بالای افغانستان حمله نمود. این نبرد در چندین جبهه آغاز می گردد. ما متزلزل و تسلیم نخواهیم شد و ما برنده می شویم. صلح و آزادی تحقق خواهد پذیرفت. در سال 2003 عراق، چنانچه قبلا هم گفتم، عراق بیش از 1 میلیون کشته داده است و بدین منوال ادامه دارد. 2011 بمباردمان در لیبیا. سرکوزی، اوباما و انگلیس ها یک جا با هم بر لیبیا حمله ور می شوند بدون هیچ نوع حق و مجوز. شما همواره خشونت کشورهای عضو ناتو را می بینید، ولی با آن هم ناتو خود را من حیث یک پیمان صلح‌آمیز و دفاعی می خواهد معرفی نماید. این چنین نیست. ناتو یک پیمان متجاوزی است که صلح جهانی را به خطر انداخته است. این یک حقیقت می باشد. 2011 جنگ سوریه نیز آغاز گردید که در مورد آن به طور مطلق اخبار غلط نشر می گردید. می گفتند که این یک جنگ داخلی است و اسد مردمش را قتل عام می نماید. این یک دروغ مطلق بود. CIA 1 میلیارد دلار را تحت عنوان عملیات چوب چنار سرمایه گذاری کرد تا تمام مسلمانان افراطی و مخالفین اسد را مسلح ساخته و او را سقوط بدهد، در تبانی با سعودی، قطر، ترکیه، انگلیس و فرانسوی ها. ولی این رژیم چینج یا تغییر رژیم موفق نشد، زیرا ایران و روسیه از اسد حمایت نمودند. فکر کنید اینها همه در سال 2011 است، تاریخ کنونی ما. 2014 جنگ اوکراین آغاز گردید. امریکایی‌ها میگویند بله این کار پوتین است. گویا پوتین روز از خواب بلند شده میگوید امروز چیکار کنم؟ بیا جزیره کریم را تسخیر می‌نماییم. بله، در روزنامه‌های امریکایی چنین نوشتند، ولی قضیه این طور نبود.
این یک عملیات سری امریکا بود که می‌خواستند حکومت اوکراین را سرنگون نموده و یک رژیم دیگری را نصب نمایند. یک کودتا. روس‌ها به این کودتا عکس العمل نشان داده و پایگاه‌هایشان را در بحیره سیاه نجات دادند. روس‌ها در آنجا یک همه‌پرسی را برآ انداخته و به این ترتیب جنگ آغاز گردید. واضح است که بدین منوال می توانیم ادامه بدهیم. امپریالیسم امریکا که من یک بخش کوچک آن را یادآور شدم. من از ایجنت آرنج، از هیروشیما و ناگاساکی و اینها تا حال یاد نکردم. اینجا ما در مورد یک